میرویس نجرابی و حسنای عنایت روی یک استیج کنسرت 2 ستاره در استرالیا. چرا میرویس نجرابی خواسته با حسنای عنایت کنسرت اجرا کند و سهم میرویس نجرابی از اجرای این کنسرت چی مقدار خواهد بود؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. حسنای عنایت خواهر غزال عنایت یک تن از هنرمندان جوان افغانستان است، ولی از شهرت هنری خوب مانند خواهرش غزال عنایت برخوردار نیست. حسنای عنایت در اوایل با خواهرش چندین آهنگ دوگانه اجرا کرد و همچنان شرایط برگزاری کنسرت ها برایش در افغانستان ایجاد شد و حسنای عنایت چندین کنسرت را در افغانستان برگزار کرد. وی با هنرمندان با استعداد کشورمان از جمله آقای منگل چندین آهنگ دوگانه پشتوی اجرا کرد. در کشور هندوستان در رشته تجارت درس می‌خواند. وی در اصل تابعیت کشور کانادا را دارد. حسنای عنایت اکنون در کشور استرالیا زندگی می کند و در آنجا هم آرام ننشسته و به کارهای هنری خود مانند قبل ادامه داده است. جدیداً حسنای عنایت خواسته با میرویس نجرابی هنرمند محلی خوان کشور ما در روی یک استیج کنسرت دوگانه برگزار کند و چندین آهنگ دوگانه این دو هنرمند با هم اجرا کند. میرویس نجرابی 2 ماه قبل با همسرش و یگانه دخترش به کشور استرالیا مهاجرت کرد و در آنجا هم جدیداً خواسته کنسرت را برای علاقمندانش برگزار کند. قرار گفته‌های دوستان و اقارب میرویس نجرابی و حسنای عنایت قرار است سهم میرویس نجرابی از این کنسرت 70% باشد و برای حسنای عنایت 30% سهم از این کنسرت تخصیص داده شده است. ولی ما آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.